خواب خرگوش به خواب یار میمانه ولی بیا برای دشمون دشتی که سگا کوکو میکنه آی بلی مارشوا به خواه نمیگذاره آی بلی دل بر سیاده بگو چلیم چرس تو بیا بیلای چه خاله با خوندن میکنی؟ چکار کنه؟ دست میسر ما مله شما این دیگاه دیگه گیل جوان میکنه دیگه برارمه پیدا ایشی سر سگیه دیگه میکنه هموزه ریچه به تا زمینون یک سگه دیگه گیل جو میگون بچه خاله به تو یک گپ میگون تو از این شهر خسی بیه میدی دل دیگه دیگه این شو ساعت تو تیر نکنم که رنجاتو گل شگی لگیم اسی من تو عباس این شو قرار کرده خودی شما ور میخواهیم میریم به شغالگیری به سعرها گیر لگیم به شغالگیری؟ گرنه و بنا که تو درست ما و عباس که بعد وقتا از اون شهر با ما میمون نمیایه قرار کرده ور میداریم میریم قرار کرده به سعرها خودی خو مرغا که هم میبونه گیل جو مرغ رانمون که میته به قیقداد میکنیم و بغلا مرغ میگنیم مرغ ارتداد میکشه میبینی احتم چهار تر عجیب عجیب پلوش از این ردی داره شغالا برش گیل جو گوتکار میشلافیم سینا بالا میکشیم هم که پیش نمیایه در می فرق ادی کش میکنیم میته میپره برو نه من یکی که به طرف ما بیا به فرق سری نمیزنم به تو گوتا چکار میکنی؟ من میزنم امروز دندونا که دم بالا معامله نکنه نه دل جمع باش او میترسه از آدم ها همین که با فرق نمیزنی همین تا جا رو جا صرف میکنه این جو در دانه و بند باشه که دومبی همین تا بیرون نمیخره دومب مرغ؟ نه دومب یک شغاله دومب یک شغاله؟ دومب شغاله شغاله تو خاطر زبان تو اون طرف با پس ورگش میام گفتی یک شغاله زبان من رنگ زبان تو نگید یعنی چند میگه بریم؟ فقط خودی شما به خیر خوشی و اختراع که میریم سعی یک بیجیشه و کرا شروع میکنیم روی طرف شغالگیری یک بیجیشه و یک جو اگه من یک دم خدای نکرده سه که وسیعتیه اگه یک دم دیدی یکی جیر که مرگیری بفهمیدی من با تو وسیعت میکنم سکو که جو یک دم اگه مرگیری من وسیعت با تو میکنم میشه آدمی زاده سیری پیاز عباس پلورتو مایا بفهمیدی؟ سیری بیا که ما اونا رو چیز کنیم اونا رو سنگ بستانیم به سر قبرمه خدا نکنه بچه کنه هیچ کارتون نمیشه دل جمع برای کمی تا ساعت کردی کنم که گردانه با من دل تو نماشه آره که ساعت چند حال پای میجه خب پای میجه خوش بخیدیم بریم تو بخید تو بیا بریم که ما تو کمک کنم راستی میری تا خرمن شما دیگه سر خرمن بیا بریم بیا مرغلم میبری؟ اون تحصیلایه بیا مرغلم برداری مرغ به دست من ندی که دست من نرمه کجی؟ سعی کن تو چی میگم؟ بگو پلانه که سر گیلک ما رو بزی کنیم میفهمی چیه؟ به گیلک میگیم میریم به صحرا به شغالگیری بفهمیدی؟ بعد دروغ شغالگیری که میریم بعد دروغ بزن میگیم میریم به شغالگیری مرغ هم مگوور میداریم همینجا به صحرا دور میریم موقع به قیقودات میکنیم که شغالا میگیم بعد دروغ بریزه چه کار فلان شغالا میکشن دوم بر قیمت نخرم بفهمیدی؟ گیلک همیتا بگپ میکنیم که ساعتا ساعت چوبای سگات که ایدم نایا ساعتا یک بجا شو کی بوم صحرا یلدیم ما تو میاییم بفهمیدی؟ خاطر کی از اون شاور میخوازه میایم اینجا دام شلی برای پیانو برای بداد دوم لیلی برای بداد ما خروط هم بدین دایک مشکی مرا ماست کنید همیت فیلم ساعتی بازی میکنیم که همیت شو از اینجا یا شو یا صبح بیا بسرا پشت صرف نگاه نکنه پس همیت بره به شهر که دیگه تا زنده باشه یاد از دینه گردن من زحمتان ما میکشیم شیلیا و نمیفهمم جو گروتا و چیا گیلک بر میدارم اینا خالی میره میکنه دیگه غیر خالی من عقل عدی که نمیکشه خالی می یاد میده میگه برو قرار کردم و تو با تو میده این شبه نمیتونی کنه سکو تو میفهمی دیگه اشتباهی بگی
گردنم بند برون سر دیرمیتش ادبی خیلی چارو کنم نه که دل بند تازه شه برو من گب دادن گیلک به جمعه من تسرای نفهمیدی دینا جون یه کفاش را اونجا خونوار داری میگم حالا که خودی تو قرار کده مرغ رنبر میداری میری بفهمیدی شال سیامه چی شد؟ بس سر خرمن شد باشه من سر جو شفت دفا خودت تو پاک درس خون. ابا بیا هر گیلک گفتم میری قراری که عباس تو بیا سکی چی میگه؟ خب بگو اینا بومانی ببین که بخدا تاخر من بازی کنی چیه بیونه کدی؟ عباس این میگه ما چون بیا برای ساعت 1 بجه شو شغالگیری شغال ما میشه میریم اگه تو هم میری خواهدی ما برو میره گیلک این که گیلک ساعت که نشه که کیف کنی که هر دفعه دی بیایی بگی بریم شغال گیری ایده ساعت تیر شه بکو ساگه بریم چوک مرغ بر میداری برو کجا باشه ای مرغ بگیری تو پاک دستم بگی مرغ بیا اخش گرفتی؟ خرمانه بریم چو؟ بیا پوته تو بسه خرمانه بیا بریم یه دیگه اینجا بسه که اینجا کلمه فهمی مرد فوقو می بفهمونو مرغ بفهمون دیگه مرجو به سهرا رفتی خب گردنم ببند به تا سر تو میزنم همین تقیق میکشی که 16 عمل نکواری دیگه حال نزه 16 عمل برتر خبر میشه که تمام شغالا بریدم بیایم که گیلک شغالا به خوش داری اگه یک دم تو شغال پیش ما خوردک به واسطه منه هر صدای سر گیلک وصیت سفارشی داری خیر باشه دیگه من ببخش شاید بری به می شکم شغالم اینجا گفت جا تو گرم باشه فدای سر این هم گفت بیه بله ایخ کسی محکم کسی که شغالا بیایم سبتینیه دوم بیار که گیرون نمیه آیش دیگه گیرون نیه خیلیات به تو قلوم خدا هم شدیم شکر کنیم میریم مسافر من بسر شلیا مرغ کجا این هم میبونی سیر شو خاطر همین جگاه علتیم شما باشه با دیاله نده که با دمون چارچوکه برین جرمونا رو خراب کنه نه باز دوشته بیتره که بیان که من امشب میمون دارم بستو دیا بسیاری دار با در طوری کد یا نه عباس برستی بستی برسته بستی بشه سودا باز بسیم بیتره بیان دیگه در جمع باشیم گیلک هم تمه که شما ساعت باشه تیر به شه سوال شما باشه باز این دوی نهای نده برو بیا نه دیگه بابا خود سبتینی میکنیم بالی پوخا ایتا ملاک میزنم روش کنی گلک جو بلک پوخا اینا هیچی حتی با دور خرمن پیش نمیری برای بگی با در دیگه با برای عمر خرمن پیش دیجه تفاهم نرم برو اونجا برو گیلک بیا دیگه ما پیش دیجه تفاهم میدیم جایی که شلک دیگه برو دیگه بیا شما نمیاید دیگه دیگه برای شما
اشتباه من سرگیت شدم. به خیالم که پس برات خو مگارم برم. پاسیشتنی سلامتی. شکر میگم بله. این بچه خاله تو گیله خوب. دیشب ما ساعتا یک بگی شو بیام آدم ساعت دیگه شیلی جوش تف سر زمینا خود خود ها. پیش برار میدیدم خواه اینجا چه کار میکرده؟ پیش برار شما خواه بوده؟ نه. من اینجا بیام دیدم اینجا خواه با برار میوخست که گفتم اینجا چه کار میکنه؟ گفت اگه چی بیام آده گفتم چون من به شغالگیری آمدم چه کار میکنم فلان میکنم بخاطر به شهر زندگی میکنن سهرها خیلی خوشتر مثل گرفته بوده به شغالگیری اینجا خواه شد. آخه که از خود میترسیشته به شغالگیری میرفته خب دیگه سهرها خوش داره با به شغالگیری اگه برفته باشه خب بعد حداقل خودی یک کاسماسی برفته باشه یکم هم بلد است طریق شغالگیری او میتونه به دیگه میاره میتونه به سهرها میره میاره اگه چاش بیاره سنون بخوره نخوره هم تا نمازدگر که شد میاره اگه شام مثل پیش برای شما خواه شدم اینجا من چون نمیفهم برای من گفت اگه بیام آدد خیره تو میاره پر سر آمده دیگه خاطر گفتم یک دم اینجا ترس تورسی دیگه نکنه هرچی نباشه بچه شهره بفهمیدی بچه شهر با بدی عادت نداره به سر زمینا و سر دیگا و اینا نه دیگه بفته شغالگیری البته مواظب باشین که کمی خود تو میفهمی ساده تره با یک دم خدا نخواسته ترس چیزی نکنه با جنجال یار باشین خداحافظ خداحافظ